کنی خواست مکم بسته نه؟ دوستان نازنین سلام، انشالله که خوب باشین، جور باشین. دیگه بازم خوش آمدین در یک برنامه از ما که برگشتیم پس رسیدن در خانه خود. باش خانم جان یک سلام علیکی کنم. دوستا سلام، انشالله که جور صحتمند باشین کلگیشیم. دیگه ما اولین ویدیویه که با هم دیگه تنهایی میگیریم امروز. دیگه بیننده از ما باشین، باش چه قصه هایی داریم. دیگه دوستا دیگه ما رفتیم سفرهای را در اتریش رفتیم دیگه، چکر زدیم سوسو. خانه باجی من رفتیم دیگه، دست باجی هم درد نکنه، امور سوسو زیاد چکر کردن. از وقت که آمدم ما مریض شدم، متاسفانه هیچ ویدیو نزدیم دیگه. خانم هم تنها بود مکتب مره. ما یک دونه ویدیو گرفتم، یک دو دونه ویدیو داشتیم، ویدیو از تو بود دیگه. امروز زهرا گرفتم. راست میگه رو کم شاید دوستا دیداشن دیگه. دیگه ما یک روز قبل از اینکه برگردیم دیگه بعد رقم مریض شدم. دیگه زیاد سلفا میکردم، از خاطر در ویدیو نبودم. از خاطر خانم خاطر زهرا تنها برنامه گرفتن. دیگه چکرها چطور گذشت؟ خب از بلدیزمه که خیلی خوش گذشت. مکان خیلی خوب بود دیگه، اونجا هم گرم بود. سوسو گشتیم خانه دوستا، زیاد میمان شدیم، خیلی خوش گذشت دیگه. دیگه الان با انرژی برگشتیم به سویدن تاریک. دیگه انشالله که این زمستان هم در خوبی زود تمام شنه دیگه. از بعد بلده دوستا از بیرون اونجا جاهای خوب، برنامه خوب انشالله داریم. فعلا که زیاد یخه بیرون دیگه، بیرون هم رفته نمیشه زیاد. میته امروز یک برنامه چی داشتیم دیگه؟ ما امروز چون تعطیل بودم در خانه بودم، از خاطر دیگه گفتم یکم حال من خوب شده دیگه، گفتم باش که یک برنامه داشته باشیم که بلدیشم سوال نشنه که یا دیگه کجا شد دوستان بگو اسمت گشته. آره دیگه، از خاطر گفتم باش که بلدیشم یک برنامه چقدر داشته باشیم دیگه. از این بعد انشاءالله بخیر برنامه میگیریم. بلدیشم از کارهای روزمره ایسو رفتیم، بلدیشم حتما دجگه میگیریم. آره دیگه ما یک توفیق قشنگ هم در بلده اسمت. راست میگه امروز کسا یک دونه توفه رسده، خیلی از راه دور، خیلی هم قشنگ. خیلی هم قشنگ دیگه که واقعا ارزش زیاد داره بلده. ما او زمان در اتریش که بودیم قرار بود بلده بفرسته، چون ما خانه نبودیم. گفتم صبر کن که ما خانه که بودیم انشالله از او بعد ما رو رایی کنیم بلده. آره دوستان ما گفتی باش بلده شما شریک کنی. آره دیگه دست شما بگی. توفه کسی از ایران هم ده دست بچه هاتین درد نکنه، توفه رایی ده بلدیم دیگه. بلدیش انسان نشون دیم که چی هسته دیگه. از بچه هاتی واقعا تشکری منون با بچه هاتا جان دیگه. اگر ویدیو رو دیدی توفه رسید امروز، بس چقدر خوب در یک روز رسید که ما خانه بودم. خیلی خوب شد نه؟ دیگه اگه سر کار باشم یا مثلا پشت درم نه، یا اگه خانم خانه بود خانم میره. بس امروز خیلی خوب شد که ما خانه بودم، توفه هم رسید دیگه. ما باز درس نداشتم، درس داشتم تا 10 بجر دیگه. تا اسمان از خواب داشتیم ما مادم دیگه. آردیم خوب بود امروز خانه بود دیگه. تو خاطر گفتی باشه برنامه بگیری بلده شما توفیق قشنگ رم بلده شما نشو بدی. دوستان دیگه تشکر از لالیمم که رایک ده دست چی در نکنه. بس با هم یک جایی باز کنیم که چی هستن. آره بخیر دیگه شما منتظر باشید. شاید برنامه کم خسته کن بگیری، از خانه میری به خاطر که بیرون سرده دیگه. خیر که گرم شد بیرون سوسو شهرها هم بلدیش نشون دی. آدم بخوانیم جان یک جایی. آره بخیر. چه وقت دیگه چی باز کنی توفه رو رسید؟ نه خیر وزن بیل دوستا را یک لحظه منتظر بیلی. آره دیگه دوستا حدس بزنین دیگه برای پیش شما فکر کن چی هست دیگه. خوردنی نیست المقصد. دوستا تندر حدس در کامنتار نوشته کن علمی دقیقه باز که ویدیو هسته. هر کس فهمید علمی دقیقه کامنت بیده همون برنده دیگه. بگین چیه در نظرش. نه باز دوستا که اصلا ویدیو رد منستین داخلشی
کسی فوز کرد. تقلب. آفرین دیگه خیر بس بخیر نشون میده دیگه یکی چی هسته. من خیلی به خدا به خاطر از این توفه خیلی انتظاری کشتم دیگه. ما همیشه در ابی که پست من بدلیدم من او در گوشی دارم همیشه سعی میکنم که در جور اسده چه وقت میرسه اینا را. من این تقریبا یک هفته میشه که منتظر از این هستم. امروز دیگه رفتم دلخوشی کردیم ما گفتم خدا چیز قرم ده. چون امروز از خواب بیدار شدم من ساعتای 9 بجه اینا بود که مستقیم تا بیدار شدم رفتم من سعی کردم که همو پوستی که قراره بلدیم باید در جور اسده سعی کنم که در شوپینگ در شهر خودمون اسده. به خاطر از دیگه منتظر بودم دیگه چه وقت در زنگش مخلا که خواستخانه بودم اونجا صبحانه خوردم. خانمم تازه از مکتب داد دیگه موتر پست دیدم که پیش دروازه ما که پنجره رو واسه تو خونم که چیزی هسته که ما منتظرش بودم همون دیگه دراز دیگه سریع رفتم دروازه راست دادم خیلی تعجب کرد که وی انگار واقعا که منتظر بوده. همین جستش تا پای اکسده. آفرین. از این خاطر خیلی خوشحال شدم دیگه امروز. خب یک چیزی که آدم خوش داره نه در دل آدم منتظرش که بیزیم دیگه باز تو زیاد دست علاقه داری دیگه انشالله که باز ازش خوب استفاده میکنی. نه کوشش میکنم انشالله بخیر. لاله رو امید نکنی. نه انشالله دیگه حتما توفیش که بلدیم رایی ده انشالله بخیر. یک روزشان انشالله بخیر خودشم افتخار کنه که ارزش بیشتر که بلدش رایی دم بلدش جبران کنی. قد خود توفیشی. قد خود توفیش انشالله دیگه اگر چازید باشه دیگه باز کنی کم. نه باید این چخلا خیلی کنم شد. دیگه دوستا ما امور بایرم با هم باز کنیم. بایرم چی یک توفه هم هست. نه دوستا این خیلی کلانه دیگه ما دیگه بشیم. آره تو اینجا بشی دیگه مثلا دیگه باش جای ما ایشتر. آره دیگه اینی قدر بزرگه مقصد سبوگه دیگه باش که مایی باز کنم که شما ببینید که چی هسته قیچی ده دیگه باش که انشالله ما کمک کنیم نه کمک نی؟ کمک؟ چه خواست مکم بسته ده نه؟ چون خیلی مهمه بسته این خیلی قدر مهمه دیگه بودیم نه خیلی همش برخده نه علیش قد قیچی باشونه بسایر که باز یک روز یکی باز شد درش نشون دی باز بلدهشون یک روز اسمت دیگه شیرین یا باهنگ بخانه بلدهشون خوب باهنگ بخانه بسا ببخشیم دیگه کمک سرسادا موشه دیگه خیر برو درستات هم بکنیم میشه دیگه تیر نکنی ویدیو دارم خیلی ماکم میدم سدیم قیچی دیدی؟ من طرفشتن دکتن رو قیچی؟ دوستان دوستان خسته کن نکنید تن میگه یک باش چیز خلاصشون بیتر شادر کشکرک بریم ما کنترلتر اونه دختر من نزنی شاید بچن هست شادر چشمایش مورد ای خدا مهرمان بسم الله الرحمن الرحیم اینا لی هر چیز دوستا واقعا تشکری من از بچه وقتی دیگه دیدم نظر خوش بودیم نه کنچی خوشه نظر چی هم خوش
نزنیم. دوستای اسمت میخوایی که آواز خانش نم اینو دیگه دوستا بخیر. اوه گلان چی قشنگ داره پشت قشنگ داره. آره بسم الله. باش کی اینا شرکت عسکری بوده. ای ماشاءالله. باش اینا دوستا دوستای یک چیز خاص شما نام من دوستا اینه دیگه آها اسم باشه، کلاش بذار. آها دوستای نیست که ایده نیست نموشه وایش کس زنگوله چیه سایب کن یه قد کلاش ما خصوصا ما یه رو بردی اینا دوستای نزنید دیگه بچه وقتی دست درد نکنه نکنه دنبره بلدیم کاش جگه دنبره خود داره میمون آه والا کاش خوش هم تو پست شده که وای میجه همینجا بخدمه باشه نه خوب شد نشود نه مواد خوب شد. دیگه دو دیست بسته کن باش ولی دوستای دنبره دیم اره ده چشم بزنی چیز نداره؟ چی؟ خب ما فکر کردم که ده هیچ ده چیز رسخت منه امزو سخن من درزم گله یه خوش کرده دیست بوده نه ولی دیست این تو دیست زم شیخم ما البته بلد نرم باید دوستای نجات نه ما بلد نرم ولی دوستای قول میدیم انشالله که بلد شدم دیگه کنسرت بدیم بلده جان ایش بیشتر شدن کنم اره اوش لطف خیلی بیرسو تا خب ماهیر نشده دیست نکو خیلی قدر شدن شدن نه دیگه باش دوستان لیش میکنه زمزمه کنم پشتون نمیشم نه ما آهنگ چیز رو بخونم گیرم آفرین نوشته دختر قوم و لب چشم نمایه بخی از من نمایه دوست سالهای قدیم بار سری نمایه بخی از من نمایه نه بلد ندارم دیگه نه خوبه دوستا اولین دفعه که دنبوره رو دیست بگیره میرکم دیگه خیلی خوبه دیگه از این پیش هم نزده دیگه نه تبار نه ما تبار دنبره بلد ندارم مقصد ولی نه، نه. خیلی شوق داشتم بچه ها تیمه هم گفت که خیر هم دنبره ما بلدید میگرم دیگه اون گراییده دیگه الان ما یاد بگیریم باید یاد بگیرم درشم شد میگه نه این درست که اینو الان ده خیلی یک ننه رو میخونم اگه تو نمیسنی بیز ما ده نشافینم ده دیدم و آهنگ رو میخونیم استاد عزیز خیلی قشنگ خدایی یعنی خوب صدایش آدم رو قشنگ میگره واقعا صدایش خوب شدیه خب یک دن آهنگ بخونم وقتی دوستا خیرم تا ساده دیگه تقصیرش نش که بلد نی کدام آهنگ رو میخوایی بخونی یک دنه بخونم مثلا ما مطمئنیم که نال دوستا میخوایی که پیشنهاد است بگون آهنگ بگو میگو بخون میتونی شعرش را از تلفن پیدا کنی آهنگ فرشته رو بخونم فرشته رو اگه نه دیل من میاد بخون ترکیه
باش که دنبره بلد نیستشم بلده زید دوستا خوب بخوانم. ها این شعرها میگی بخونم. پیش ما یک من شعر بخونم چطور؟ از روی تلفن. نه بخونم. تا تو مقاله خون بخونی نه؟ مقاله ری در زمانهای جوانی تو مقاله بخونم. زمانهای مکتب خیلی زیاد مقاله خونیم. کی ما؟ دیگه ری ما خیلی تو. اره ما زیاد مقاله. نه ما الان سخنرانی چیزا نبودم در مکتب اینا. در شوخی اول بودم مقصد. نه ما خوندیم ولی یار شوندیم. خدار من جی آوردم ما بس خرج برم نه. گفته که لیبوری کمی افتازیده شی نه نمیخوام دوستا. نه شروع خیلی سخته. نه سخت نیه ما شوندیم. خب یک دونه آهنگ چیه کسی؟ دیگه امور نمیخوانی که میگه که چیز تاییدالوش دستیزون. نه بلد ندارم شعر. یه بیلا چیز میگه. فرشته دختری قومان کسا شیرش خیلی سختم. حالا نشد دوستا بگه شما ما خدا پزی نه بلد نه دیگه. میگیم نه نه پیدا سر به سر گذاشتن. دوستا منتظر باش نه یعنی چی؟ مگه تو را پیدا کرده بخش نفس من وای وای است که علی گو باید کلا شویی کنی با بد خانه خواه نه ایدیش بخونو شفیقه شی و مایه شفتر سرشی مویه شی خوش خوشتا کمال شی خب خیر هلش کن انشالله که بلد شدم بخشه دوستای خودم برم میزنم سر دوستای گرم خب ما این رو میخواییم پیدا کنیم تو پیش خیر قدم جای یک جای بخونم نه خب قدم یک جای دنبرهش سخته نه حالا دنبره بلد ندارمی برو میشه خب آره خب خیلی رنگه دوستا صد خوب مثل نقشه و نه مثل قشنگ هره من یک دفعه ما دیم چشم تو دیگر یک دفعه هنر من چو نه ما باید اینج بشیم بیا دا بالا بشی دوستا توختیم که ما خوب شویم ما یه اسم دوستا خب چکم زیادی پیشتر؟ تو میشه بدیم بعد من بشه یکی گل دادم نگاه کن و گلی ما کی ما رفتم دوا کن و گلی ما کی ما رفتم دوا کن و گلی ما خلاص شد دوستا یکی یاد گرفت ما رو میاد اینجا بخیر انشالله یا آردیم یکان دفعه یک جای بخونی چرا که نه یاد بگیر یک دفعه بسم بخیر این پله رو که یاد بگیردم بس پله بعدش پیانوه دیگه از بعد دیگه هنرمند انشالله کنسرت میده خب پیانو میخوای یاد بگیری؟ خیلی شوق دارم مقصد در اینجا اسکول توی مویم نمیشه ولی از ما که کنسرت بدیم تو اینشال کنسرت میرم چخیلی کنسرت میرم اینجا خب خیر ما هم گوشنو این اینجا دخوانه یک دفعه شروع دیگه ما بشیم تو دیگه به تحمل کنی دیگه دم برایت گرفتو کسا کم سخته بخاطر که دنگ 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 یا کس تحمل نمیده نه چون بلد نده آدم سعی نمیدونم کسایی که مثلا بشنوستش بعد میخوان بخاطر از دیگه ما که دخانه نمیدونم خب این میری اکسرا تمرین کن دیگه بخاطر از اون میگم چند روز تحمل کنی نه دوستایی به نظرم سختم است دیگه تنهایی نه تا استاد نوشته شی یا نه آفرین این نمی‌فهم دیگه مقصد یک دو مثلا خودون چه میره یک دو پیشکسی میره دوستایی که مثلا بینیده از ما این اگر یگان دانش میدن برای داره یک تکنیکایی که
بلده یاد گرفتن چه آسایه. اگر بلد بودین میتونین بلده اسمت بگید چون اگان رمز مقصد ایره اگان وقت شوخی منم قد اگان کسی میگه می کس آدم فقط یا شکست عشقی بخوره. ده کسایی که در زندان هست خیلی مثلا سعی منی گیتار یاد میگیره، دمبره یاد میگیره، هنرمند میشه یا چی میشه. نمیفهم دیگه مقصد. یا ما طریق شکست عشقی بدین دمبره دیگر پس بیامار بگیرش. نه خدا نکنه. انشالله ما ایره از شوق یاد میرم چون ما خیلی شوق دارم در دمبره. دیگه از خاطر یک روز خود لالیخ گفتم ما خیلی خوشم میام. دیگه دست ازم درد نکنم بلا فاصله با خودم اون روز که ما افتادم صبحش دنبال دی بود که بلده من دمبره گیر بیره. خیر کنم. یعنی گرفت دیگه رایی کرد بلده دست درد نکنه. انشالله بچه تا بیتونم بلده دی جبران کنم. آره واقعا تشکر لاله دیگه. بازم دست درد نکنه. ام سوغاتی هر چیزی که باشه نه که او هم که از طرف فامیل آدم باید از این طرفا خیلی آدم خوشحال میشه. یک چند وقت پیش او وقتا تبال مو یوتیوب نداشتی دیگه. یک سوغاتی های دیگه هم دریافت کردی. کنایشی نشد ویدیو بگیری دیگه. اون روز هم خیلی خوشحال شد. یوتیوب هم واقعا یک دفعه شد. قبل سالی که سال نو که تیر شد. یک دفعه خواهد دیگه مبوری سفر سوسو. دیگه تصمیم گرفتی که از این بعد دیگه سوسو گرفتی ویدیو بگیری خاطرش نه چون آدم که موره یک ویدیو دیسته شه میتونه چند سال بعد چون رسایی کنه همون خاطر آدم تازه میشه. نه مثلا چی تصمیم داری در جایت میگیری؟ در خانه؟ نه اینجا یکان استاد پیدا نمیشه به نظر؟ نه متاسفانه ما پیدا نتونستم دیگه ما چون یک چند بار دیگه دوستای ما مثلا اینجا کسان اونا دمبره دارن بعد موقع که خانه شماری همون دنگ چوبور می دیگه از خاطر گام پسند بودم اونام نمیدونست اونام خیلی شوق داره که یاد بگیرن. نه اینجا مثلا که به کلاس موسیقی که هستن باز داونجی نداره بلده دمبره؟ آها منظور که مثلا خود سیدنی ها اینا؟ نه اونا دمبره نمیشه اصلا کسی گیتار دارن پیانو دارن. خب بعض ویدیوها رو کدامشونی نه؟ انو خارجی ها دیگه رقم چیزا هست با این موزیک کلاس شدیگه. یکی ها دیگه خب بعضی دمبره بعضی پیانو. همو فرق هم نداره دیگه مثلا اینکه دمبره هزارگی که ما میزنی شعر هزارگی میخوانی یک چیز دیگه واکس نمیفهم. به نظر از ما بازم دنبال چی بگیرده نه؟ اگر اینجا استاد چی پیداش نه رقم حضوری خیلی خوبه ولی اینا مثلا تو تانایی کم سخته یا میخوای آنلاین تو کنی؟ انشالله بخیر یا یک کار منیم دیگه اصلا یا خود من مدل پیش خود خوب آره بخیر میرم یا در یوتیوب هم آدم سعی کنه که ترقی یاد گرفته میشه. پس ببینید دیگه چی میشه. اگه یاد بگیرم که خوبه که نه خوب با آبرو بره. قدر افزود که قدر وعده دادی در دوستا. ای خدایا. خود دوستا ویدیو بلدیش میخواسته کنم. آه دیگه زیاد مزاحم دوستان نمیشیم. انشالله که همیشه خوب باشن جور باشن. ویدیوهای ما رو سعی کنین لایک کنین سابسکرایب کنین. تشکر که تا آخر از این ویدیو قناعت ما بودین. دیگه دیگه بازم ما از بچه ها خو تشکری منم لالای دیگه قدر تشکر بابا دیدی توفی نورمند زیاد دیگه مزاحم دوستان نمیشه دیگه. آره دوستا وقت چون خوش دیگه خداحافظ.